سب گایز خیلی خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه. آقا امروز اومدیم که بازی فری فایر رو بکنیم و برو بریم سراغ ویدیو. خب بچه ها اینم از بریم برای رونمایی اکانت. بچه ها اکانت تو سرور نورس آمریکاه و من نمیدونم چرا نرفتم توی آسیا و اینجا زده متاسفانه. و بچه اینجا پلیرهای ایرانی داریم، بله هستن، بعضی از پلیر ایرانی توی با سرور اینجا هستن و اینم از اکانت منه و کلا بریم این رونمایی کنیم. این از کل ستامه، کلا 21 تا ست کامل دارم، یه دونه ست نمیدونم از این چیزایی نمیدونم چی بچه دختران است. 39 تا مدل کلاه و مو دارم. از این ماسک 16 تا ماسک دارم. 17 تا از این چشم خطی ها دارم و 62 تا تیشرت دارم و 54 تا شلوار و با 50 تا کفش. و برو بریم ما با سراغ گان از کدوم بود دوستان؟ آره اینجا. این از گانه منه، ایکی اسکار، نمیدونم گرایز، حالا نمیدونم چی، اینم نمیدونم و اینم نمیدونم، همه نمیدونم بچه. اینجا بهتون نشون میدم. خب این از قسمت رایفل من بود و این قسمت M4 اسکین ندارم، M14 بخش M4 میگم 14. اینم نمیدونم چیه ولی دارم. اینم دارم، گودبکه رو داشتم الان ندارم. اینم از توی افسردگی فری فایر اینو جدید گرفتم. آره اینم میذارم و ماشینگان یه 2 تا فقط ازش دارم، اینو و این ندارم. UMP که بچه من مکس داشتم میکردم، البته مکس هست، مکس ترش میخوام کنم. این از UMP 8 تا مدل دارم ولی خب دانلود نکردم، وضعیت نت ماه دیگه. اینم از MB5، اینم از VSS، اینم از MP40، اینم از P90، اینم از تامسون، اینم از ویکتور، اینم از نمیدونم چیه، این از بیزونه. و بریم سراغ شاتگان که من فقط نمیدونم چند تا دارم. این از 1014 کاستومه. این از نمیدونم چیه این خدایی. اینم 1887 و اینم جدید گرفتم بچه، اینم جدیده بگیرمش، اینم چه گرفتمش. و بچه حالا بریم قسمت پیستول. این USB منه، دیزل ندارم، اسکین G18 دارم، ازش 2 تا دارم کامل. این از M1873 منه. اینم از S500 منه. اینم از FFK یعنی همون چاوی فری فایر رو و یه دونه مینی امزه چیزشو دارم. بریم قسمت اینجا. کلن 4 تا بچه جالب نمیدونم چیه، قبلا مایتابه دارم بله مایتابه، ولی اینم نمیدونم چیه ولی 4 تا مدل. بابا این چی بود اسمش؟ چوب بیسبال 6 تا ازش دارم. کاتانا یه دونه دارم و اینم یه دونه. خب من یه اسکین دست ندارم و برای میگه این قسمت رو دیگه تمام. گیت 17 تا اسکین دارم و 3 تا چیز نمیدونم چی بود، یخ. و چی مونده که بگم نمیدونم. آقا برو بریم سراغ یه گیم هدشات براتون بریم. خب گیم هدشات ببینم چی دارم براتون بیارم. آها کدومشون؟ اینو من میرم. و برو بریم. یا علی از تو عدد، برو بریم وقت مدد. همیشه اینو سرش اشتباه میکنم.
اگه اشتباه کردم دیگه منو ببخشید بچه. تو یوتیوبی ما. آره بچه تو یوتیوب هم میخوایم فعالیت رو زیاد کنیم. سیانسی بالاخره اومد تو یوتیوب، ایشالله تو اینستام هست انشالله. بچه نه اینم یادم رفت، اینم نمیدونم چه ولی هست دیگه. خب برو بریم. اینم مثل کی یار منه. برو بریم آقا. وان شات. برو بریم. من که زیاد فشاری نیم. برو بریم برای زدنش. بچه اگه دوست داشتین با من بازی کنین حتما آیدیاتون رو بدین، من آیدیاتون رو بزنم و باتون خیلی سریع بازی کنم و کارو در بیاریم هممون. آره خب بچه من مردم. یه دونه نزدم اوج خشم. وایس من نوب نیستم خدایی. من فقط سر بازی گل میکنم، گل زیاد، چون یه حرف بزنم بازی کنم بچه نمیشه، دوست ندارم بچه. من دیگه از بعد حرف نمیزنم. 1 2 3. آی زد. ای توف تو کلش. یار منو نگاهه. بزنش دی. خب زد. اوی برو جلو دیگه آجی. بچه نوبه. آجی M14 بردارم. M14 نظرتونه؟ M14 بردارم بزنمشون با پشت تره. ای خدا. حالی کلا بزنده تمومش کن. نگاه خدا بکی چیجو بازی میکنم. نگاه خط تو نگاه چیجو میراخه. بوداده بزن. همونجا باید نگاه میکنم مثل مجسم. آها 31 تا بزن. یا اصلا گیر کرد تو یخش. تو یخش گیر کرد. تو یخت گیر کرده بدبخت. خودم تو چیکار میکنم؟ ویدیو حاجی 8 دقیقه شد. چقدر سریع آقا. سریع آقا. ما تا 15 دقیقه انشالله هستیم. تا 15 دقیقه. دوستان من این ویدیو کات میکنم. دوستان من نمیدونم چرا خواستم گند خورد. آقا برو بریم گلف لاین. یه نفره چون به هم خورد حاجی برون. خب بالاخره بعد از 21 ثانیه تونستم برم گلف لاین. 21 ثانیه یاد نمیتونم بگم پره یا نوبه، ولی خب باید بردارم. دیزرت. خب نمیدونم بهترین چیزا یا بدترین چیزا بعدش، ولی خب یا بالا امو یا بالا. آی خدا. یا ابوالفضل حاجی نیومد ها. از اون کمپرست. بزن حالا ما بریم بالا.
هدشات. خیال دادش وقتی میفهمم پرو هم دیگه چرا میای کم میکنی؟ من اینو بندازم میندازم. نیفتاد. What؟ چجوری تو دستمه؟ چه خوب یکی از دوستایم داره منو نگاه میکنه. بله از اون قسمت بالا داری منو. وای بابا بیا بیرون دیگه. کمپر دیگه. اوی بزنیش. کمپر. خب دوستان یه لحظه من به مشکل خوردم، وی پی انم به چوخ رفت. آقا برو بریم اینو بزنم. الان دوسه از من بیشتره. اوکی بیا جلو. وای سه اوکی سه میکنم. نوبه به خدا. بذار اینو گام بردارم بزنمش. وای فقط دیزرت با حالا بوت بکری. حالا آره دیگه بچه ها. آره خب اینم از این. بریم یارو بزنیم. یا اول پس شلل آجی چجوری خورده با چور نه با بیا بیرون. اینجاست بابا. بمیر 4-3. خوجی دنس میزنه. چشم در خدمتم بچه. میبینید این روی تیرمو نگاه، این زدنمو جا الان رو مکسه. آره اگه خودتون داری میبینید. یارو اوزگلا با گم شد. وای حاجی یا علی بابا زدمش. خدای قبول داری من زدمش. خدای قبول داری. خب دوستان به خاطر کاتا دیگه من به خاطر کاتا مشکل دارم. خب بریم با تریمیلد گیم پلی با اسنایپ بریم. من با اسنایپ میام. من با اسنایپ میایم. من حاجی انداخ بیرون چرا؟ الان دوش میشونم عالیه. نکن وای بچه وی پی انم خاموش شد. وایسید تونستم وی پی ان حالا درست کنم. تو رو خدا بیار آجیو. این کرده بچه. وای بکش. یکم بیاییم بعد یکم داداش یکم بیا دیگه. خب من بعد از اینکه دوباره کات کنم خب بعد از سالها دوباره اومدم. خب گفتم بهتون که اسنایپ بردارم. ایز لیست ایلان ماسک. برو بریم اول یکم تمرین کنیم. بچه من این رو هد زده بودم تو گلفلان. شما ندید من ویدیو کات کرده بودم چون که مشکلایی برای من بود. بله شما چیکار داریم به مشکلی من؟ و یه دونه پیت کردم و برگام ریخ آقا. خب آقا یکم تمرین های فراوان با کات های فراوان. دیگه تمرین کردیم. برو بریم. اوکی لیتس گو. نه داداش بیا بریم. بابا نمیای بیرون. نمیاد حاجی. ای بابا حاجی برگم چجوری نخورد؟ این همه تمرین و تکرار.
نه نه رف لعنتی سلام میزنم با این برداره منو میذارم اینو من میذارم اوکی بچه قسمت اسنایپر رو بهتون نشون ندارم و ببخشید قسمت اسنایپر از نه وای نزنم زد گوشو نرم ایزدیست ایلان ماسک بازی نکن اش بد بله نکن بعد ضرر داره نجدی نره بالا دیگه از اون فشاری بازی هست وای گفتم از این فشاری بازی هست این آخه از کجا من لعنتی تو هم میمیری داداش نه از مبینا داشت بو خوجی به من بگی چجوری نخورد آی نسیمه آقا ویدیو 16 دقیقه شد برگم نه اشکال نداره یکم دیگه آقا تا 18 دقیقه خدا وکیلی تا 18 دقیقه خب ندی آقا برو بریم آقا و آقا اینم بود از رونمایی اکانتمون و گیم پلی از فری فایر و خلا اینجور چیزا. آقا اگه دوست دارید پارت دومشو بذارم لایک کامنت دنبال فراموش نشه تا یه ویدیوی دیگه یا علی مدد کات